سلام علیکم خاله جان چه شما خوبین؟ خوبین اپا جان ممکن چند دقیقه وقتتون نگیرم؟ اپا جان ما یک برنامه داریم آیده سفر کردن هم سفری خوب چگونه باید باشد میخوایم اندیشه آدمانی که بین شهرها سفر میکنن با اندیشه آنها آشنا شویم اپا جان نام خودتون چی؟ نامی من محسومه نفهمیدم محسومه اپا جان از کجا شما؟ ما وحدت از وحدت؟ با کجا رفته ایستاده؟ با خوجان با خوجان مهمونی میاد؟ نه مهمونی زود میراید خوجان؟ هر چور مپس هر چور مو؟ هر چور مپس مهمونی خیشتون هستند چی؟ نه خیشویم نام گلجهان با کجا رفته؟ جرگاتور رفته زود جرگاتور میرین خیلی ما جرگاتور زندگی میریم اینا شنبه میریم بو میریم نرخی رو چند سوم؟ 150 سوم از ایشکاشی اومد خیلی شنبه بسیار میده نه شنبه خواهد 3 بار آمدم 3 بار آمده این سفر بریم برای که آواز باشیم برای دوستایی بچیم 3 بار آمده خب اپا جان دوشنبه چی کرد؟ شنبه سوز؟ کیلو چی کرد در فرش؟ نه همش سوزم چند سومونه؟ مقصد یک نفر اگر من خواهم که پامیر روم چند سومون می شود؟ برای یک کودک قدی کودک هست؟ نه یک خودت 450 نمی تو چی؟ نوربانو چند ساله نوربانو جون؟ 6 ساله کجا رفته استین شما؟ واسه کلوب راپورت بیا بچه پروی من تمام طویل داره رفته استین ای طویل داره خودتون ای طویل داره این از مبینه یا دوشنبه ره کدومیش مقبول ده شما؟ داره دوشنبه چی؟ نمید نه لیزا قدا اولی کولی اصلا بکن خوبه شما رحمت شما نمو گلجهان افای گلجهان کجا رفته سیر؟ طویل داره خودتون از کجا؟ از طویل داره بسیار دوشنبه میبید؟ او بالی سمیم خبرگیری خونه خیش تبور میریم مهمونی اپا جان رحکی رو چند سال؟ 150 این پس دخترچه خودتون؟ نویرم دخترچه کردم خودتون یا شنوخی؟ نویرم ای نه چی میشینم؟ من در بغلم من از نوحه عینی جماعت شامتوت کشلوخت کردم با دوشنبه مهمان اومده؟ من یه فرزندمون نبیرم و خبرگیری اومدم زود میبین دوشنبه؟ یک مردم و به یک مرتبه راهگیرو قیمت است؟ راهگیرو قیمت از روی ما 130 سوم 150 سوم برید نامتون چی شوه؟ نامم دلبروش خالی دلبرو یک کجا شما؟ استرابشن دوشنبه مهمانی اومدین یا؟ انی فرزندو با یا خودتان یا همراه دارین؟ همراهم خواهرم پسرم 3 نفر شما؟ 3 نفر از خودی همین چی؟ دوشنبه تو استرابشن چند سومون میشد کی؟ هر سه تا دگوار کردی؟ منی شوفیر دگوار کردی ما نمیدونیم من پسرم دگوار کردی من نمیدونم چند سومون دگوار کردی؟ 100 سومون بودگی 100 سومونی هر سه تا 300 سومون 300 تو خودی استرابشنده میو؟ تا خانم برده میموند شوفیر شما از خودی دوشنبه هستید؟ نه من از خوجان هستید؟ خوجان رفته استده؟ خوجان رفته استده زود میبینید دوشنبه؟ خب میشد زود میبینید میشه خانه یکی اومده اینجا؟ من از خوجان اینجا شهر کردگی خانه مادرم از دوشنبه رفته استده؟ من از دوشنبه خوجان چی راهگیرو گران نیست؟ راهگیرو گران است خیلی چی کار میکنی مجبور میره مجبور رفتن در کار از خودی خوجان هستن یا از من از خودی خوجان از پنجشنبه تو خودی خوجان در رفتنتون چند سوال میشه؟ 150 میبرن 200 میبرن هر خیلی 120 میبرن هر خیلی بازی شما علاقه ماشینتون چی یافتید؟ ولی نه ولی پیدا نکردم
چند سومون یک 150 200 سومون 150 200 سومون یک اونجا سفر کردید؟ بله. کجا؟ به نورآباد. یا خودتون یا همراه دارید؟ با همراه عائله‌مون. ما حج رفتیم. حج رفتین یعنی از دوشنبه به کجا رفتین حاضر؟ کدوم شهر میرین؟ شهر پنجکن میریم نمیدونم از راهبرت من اومده. پنجکن میرین بعد از پنجکن ازبکستان. نه ازبکستان میشیم. شما چند نفر هستید؟ من از اینجا 6 نفریم. 6 نفر هستین؟ یگان تاکسی یافتین؟ نه ولی همون بچه که میبرن اومده. چند سومونی میگویند؟ نمیدونم مالی هیچ نگفتیم. شما بسیار سفر میکنید با این شهر؟ نه یکم بار اومدیم سفر. دواناتون چی؟ نه این خواهرم. شما 6 نفر از رفتید کیو؟ من هر دیمانه مالی بعد موندگیش از عقیق. مرد دیگهش مرد. خب اینو شما گسیل کنی اومدگی؟ اینا گسیل کنی اومدگی. من نوحه قبادیان ولایت ختلون. ولایت ختلون؟ وزیر با کجا رفته ایستاده؟ من در شهر خوجان رفتم. خوجان رفته؟ خوجان رفته ایستاده. زود میروید خوجان؟ ها تست. با مهمونی و نه من برای پیش رفتن زندگی هم اونجا رفته کار میکنم. نامتون چیه کجا؟ مدینه. مدینه؟ کجا رفته سید کجا؟ ناحیه رشت. ناحیه رشت رفته سید. از خودتون از کجا کجا؟ من رشت. از همین رشت؟ بسیار چی میروید؟ شنبه میبینید؟ ما کارگر دعوتم خاک متاسفانه نام پختم تندور به کم ترک ساختم. دومی مهده اجاق بانسه دیموردم. سانی نکه جواب دادم میرم. خوب میروید؟ رو کیلو چند سومون؟ 120 سومون. 120 سومون. خودتون تنها؟ خودتون یا خودتون رفته سید؟ پاساژیر میگیرم میریم. یک لحظه ممکن کم در صحبت کنیم. اویدی ما یک برنامه داریم. Программа درباره مسافرت. В общем, программа про путешествия. Я переведу, чтобы все были в курсе, да? Да. Хотят немножечко с нами интервью провести. Вы согласны? Ну, конечно, а почему нет? Ну, тогда они интервью языке или на таджикском? На русском или на таджикском. Хайму, то ино русигами знаешь, мы тарджиму. Таджики, пожалуйста. Нет, таджики, пожалуйста. Мы як برنامه داریم اویدی سفر کردن مسافرت. Да. میخوایم Мусойба. Иран Интернешнл. Интервью. Это из Бехтарин Шабака. Они Иран Интернешнл. Я их смотрю, вот две девушки. Да? ما برنامه داریم. یوتیوب. ما برنامه داریم اویدی آدمایی که بین شهر سفر میکنن. میخوایم نظر اونها. Те, которые в разные города едут, да, мы хотим узнать, что они думают, какие у них впечатления. ما بسیار سفر میکنیم بسیار. هم با کور بسیار سفر میکنیم میریم جای دوردست میریم قشلاق‌ها میریم نزد مردم. حضور ورزاب میریم کمتر کوه دشت میگردیم از طبیعت لذت میبریم همونجا تماشا میکنیم یگو قهوه مینوشیم یگو چی میخوریم برمیگردیم. شما چند نفر هستید؟ من 7 نفر. من یکی از جوانترین اما بسیار چیزا از اینا میآموزم. بسیار. واسه تا جایی که شما میروید مبلغ چند سوم میشه؟ واسه میریم 6 تومانی میپرتویم و غذا همش با خودمون از خونه آوردیم با 6 تومانی برمیگردیم 12 تومن. رفت اومد 12 تومن. 7 نفر. 7 نفر 12 تومانی. بس ما کلوب رفتیم. کلوب رفتید؟ بله. رهبری چند سوم کلوب؟ 70. 70 سوم کلوب؟ بله. راننده ها دقل نیستن؟ دقل نه. سوس خوب. بله. خوب. افا جان شما بسیار میروید بین دوشنبه و کلوب رفت آمد؟ بله بسیار میرم یا. اساسا در کجا میستید؟ اساسا در شهر. در دوشنبه ایستید؟ بله. السلام علیکم چه شما هستی؟ درست شکر. شده. سوزه پنجه. خوب رحمان ممکن چند دقیقه وقتتون نگیرم افا جان؟ ماش. ما طرف حوید. حوید؟ ناحیه رشت. ناحیه رشت رفتید؟ طرف جرگتول. جرگتول. کودک چه دارین؟ این میده چه؟ نویرتونه؟ دخترچم کودک کرده است اومدم گرفتم میبرمش. گرفتم میبرین؟ بسیار دوشنبه میبینی و اینکه نه نمیم مخشید رفتن ما میریم خدا را شکر رها آورد دنیا تنج امون میریم یا مخشید رفتم با این نمسته شد با اومدم اینم میگیرم میبرم. شما بسیار سفر بکنید کجا؟ Да, خونم در اونجا.
در اونجا خونتون است خودتون اصلش از پامیر. کجا رفته استین راهگیراتون چند پول است؟ نمیدونم حاضر ماده کجا میری؟ غرم غرب میری نه؟ کدام جاش؟ هم غرم خودشه؟ چند سوم است از اینجا تو غرب؟ نمیدونم 60 میگن 60 میگن؟ 100 100؟ چند نفر هستین؟ 2 نفر شما و شوهرتون نه؟ سفر ما فقط طرف نویه ایشکاشیم راهگیری ما 450 سوم. شما تیز میروین ایشکاش؟ نه یک سال در یک مرتبه. این کس بچه تا؟ این پسرچم این معیوبه این ولیده گپ نمیزنه. پولی این کس همه آخه سیفی هفته کلون بچه. چند سوم هستی؟ خیلی 50% میتیم. ماه جانو میریم. با نظر شوش؟ ماه جانو میریم. برای چیش دگسته؟ آیا جینوزاو میریم داشتیم. ای جینوزاو میریم شیشتیم بالا میریم. بالا کجا میریم؟ نوروباد. نوروباد میریم. اپا جان من یک دو سوال داشتم. اگر روز باشیم نوروباد چند سومون میشود؟ نوروباد چند سومون میشود؟ صورت ننگی. صورت ننگی. 50 سومون؟ پیشیم. مکشنم. مردک من میگه تو صورت کشتی. مردک دون کنی؟ نیست مردک. مادامی بنور ما میخوایم همین مادرایی که چهره زیبایی داره. چهره زیبایی تاجیکانه داره بیبی جان. نه یکی او آخری. نگاه کنید چقدر چهره زیبایی تاجیکانه داره. آخه ترای اما ترای با مردک میگه رفتی در اونجا صورت کشتی. مردکتون یگان چی نمیگن. اپا جان؟ نه چند ساله این خودتون؟ 68. 68 ساله این؟ ای هایوش کو با من گفتم یگان 40 ساله هستی. مزم نیست کسلمندم. کسلمندم خراب. ها نه خوش رو نگاه کرده گت خودتون و اپا جان شما بیشتر نوروباد دوشنبه میبید؟ ما نوروباد نمیریم چوسادم میریم. هم سوخم نوروباد ای رایون ما. نوروباد ما ایسنی او میگذاریم. نوروباد میریم بعد از نوروباد او ایسنی میگذاریم. چند سومون میشود تقریبا راهکریاتون چند سومون؟ دما 60 میشود. 60 سومون میشود در جای شما نه؟ در جای ما 60. 460. 60 میشود نه؟ 400 رو 2 نفر یا نفر از شما خودتون؟ 4 کسی ما. شما وقتی سفر بیشتر با راننده یعنی دیدید یعنی خستاتش چخیلیوی که با نرخی راهگیرو با راننده که استاجی کوریدور نه روی بسیار روی وزنی اصلا ما اهمیت میدیم با همه راننده بعد تکنیکش ماشینش ناز باشد برای اینکه راه بسیار وزنی مشکل است. بله. برای رفتاری راننده ها چخیل؟ خیر رفتارشون نه. عموما راننده ها زور. باید همسفر خوب باشه. همسفر خوب باشد راننده ها معاملش نیک. سختگب نه. نغز معامله میکند. اپا جان شدگی است که شما سفر کنید و در راننده یعنی همسفر شما رفتارهای بیزیب کنند. شدگی است؟ نه در این قریب 35 سال من اینجا آمده میرم. هیچی نشده. هیچی شدگیش نه. برای ارزان بودنم اهمیت میدیم مکان. شدگی است یگان لحظه ای که شما برای ارزان بودن نرخ راهگیرو و یگان راننده نوبو وقته باشید. نه باوری نو کتی راننده های باوری نو راننده های خود ما کتی میریم راننده های باوری نو کن نغز میرسونن ما رو تا پیش خونه میرسونن همین هفته باز برو میکنن تا پیش خونه میرسونن ما رو. می براننده کو چخل میره و چخل نمیره و نوبوتی راهگیرو میگیم براننده چی میکنیم که شروع برایم درخ عذاب نکشیم. شدگی است که یگان مرتبه به خاطر ارزان بودن راهگیرو شده باشد ولی راننده دغل رفتاری کرده باشد. نه. ماشین و راننده. ماشین و راننده. شدگی است که راننده چی کنه؟ شدگی است که برای ارزان بودن نرخ با یک ماشین شنید که راننده خصلت خوب نداشته باشه. نه. نشده است. خکازی راهگیران بنزینم قیمتش بگی خکا راه هم برف نهیه رشت میدونه که 400 500 راه الله میبره میرسونه. شدگی است که شما به خاطر ارزان بودن نرخ راهگیرو و یگان راننده نامناسب دیده باشه. نه
تو قرض کرده باشی میتونیم باید به چرا راه زندگیش با همیه. من براننده برای اینکه سفرم بی‌خطر شود. شدگی است که برای ارزان بودن نرخ راهگیرا برای یک راننده نامناسب سوار شده باشه. ها. یگان تجربه شخصی دارین میتوانید نقل ها. وقتی که ما براننده پرسیدیم که اکا چند سال استاژ کاریتان از شما گفتن که 17 سال. ما باور کردیم جوانان و سوار نشده و آدم بسار شدیم سانی و یا روه مایه فراوردن ما خواستیم آشخانه چای خوریم دیدیم سمکه همون ما پول همون نیست برای این ما کمی تشویش شد ما ارگان با زنگ زدیم پول همون پس کردانده گرفتیم ما باید عذاب کشیدیم چون که هوا سخت خنک بود بعد اینا نویسیم گازیته ها و خلق به معلوم کردیم که هم خیلی شخصان کم شود براننده برای که راه نقصای کنه نقص روان که راننده یاش نباشه آدمی یکم ای باشد که تو به نقصای کار تجربه دار باشه خود بچه‌ها یاش همه پرو گرفتگی میخواد های میکنه راننده خو البته براننده شدگی است که هنگام سفر و چی شود شدگی است که هنگام سفر من با یک بچه چی خیلی یاش بچه یاش وای میکردم مرا از نیم راه فراورده بود برای چی؟ برای که بار بسیار داری گفته من از اونجا دگوار کرده بودم که تو همیخوای همین نخ کتی میره و گفته با نیم راه من فراورده بود براننده چی خیلی باشه؟ راننده خوب باشه که ما را به جام برسونه خصلت راننده ماشینش هم با اهمیت میتید؟ خب میتید بجان شدگی است که یگان مروتی بود در حیاتتان که شما برای اون که راه پولیتون ارزان شدگی ماشین شما چی کردگیه؟ با یک راننده نوبا وقت بگید؟ نه خیلی نیست یگان حرسه نه من خصلتش رو نگاه میکنم خصلت خوب داشته باشد میشینم من پولش من مهم نیست بله خصلتش خوب باشه میشینم خصلت خوبش رو نگاه میکنم یگان با شدگی است همین خیلی که در یگان ماشین شیشته باشید و راننده دقیقا رفتاری کرده بله بسیار شدگیم مثال برده میتونید؟ مثال یعنی که وی میره همون کوچه معقول نمیشه یا همون جو معقول نمیشه دقیقا رفتار میکنند اکو بچه جان راه کیرو اکو اینها دم رخ وای وزبین اکو بشو وای شوفی که راه ناز وای کنده رونده رو نه فرق نداره همین کار ما برار بیره رفتن نگیریم چه خیلی که راننده باشه؟ نه راننده چه خیلی که باشه هر راننده خوبن البته راهگیرا ارزان باشد راننده خوبی باشد که همه طرفا باسواد باشد صحبتی خوب کند و سفر کوتاه شود چه خیلی که معلوم شما به فکرم راننده خوششخص چقدر نقض میبینید البته اگر صحبتی خوب باسواد باشد با فرهنگ باشد همیشه در صحبت‌های خوب باشد اخلاق خوب داشته باشد بهتر میشود اگه جون شدگی هستی که شما در ماشین شینید و راننده دغلی کرده باشه خدا باشه که همین خیلی راننده در من افزودگی نیست که دغلی کرده باشد اگر وای راضی باشد خشودی وای خوبتر میکند و با پیش نگاه میکند با خفا نگاه نمیکند شوفیرها هم خوش معامله باشه سوزه را نمیفهمی راهکلو را ارزون باشه سوزه هر دوش نقشه هر شدگی است که یگان راننده بدرفتار برخیده باشه نه چند با میریم آدمای سوز انسان خوبن لب در رهپلی نیست رفتاری راننده خوب باشه که قطید و مصلحت و همدیگر فهمی صحبت کرده میره در جای فرات دم میگیری در جای فرات یه پلچوی میگیری چه خیلی که همین کودک طاقت کنه داره برای راننده هم خیلی قطید معامله خوب داشته باشه بهترینه اینه که همین شافیور هم خیلی بدمو که آوردم هم خیلی بسیارش هم خیلی هست سازن همی قمیریم میویم خیلی هر دفعه با ماشین خود می اومدیم این دفعه با ماشین چقدر تاکسی قطعی اومدیم بگیم که بهترین شافیورای بهترین آدمو هن همین خیلی هم صحبتی سازن هم دیگر فهمیای بینشون بهترین کار جان شما بسیار رفته اومد میکنه نه بین شهر بعد یگان بار شدگی است که رفتاری راننده دغلانه رفتار کرده باشه نه ندیدیم من بهترین وقت قدیم عده که خودم میام میرم
گفته گپا که اویلاوی میویم میریم هیچ چیزی نداریم نه که همین دفعه اگه برای که مردکم وظیفه داره نتونست جوابش ندادن بغلتری مکتبه باید که الکوی معلم را میداد اون نتونست اومده من در تاکسی مردک زنگ زد اومد در خونه گرفتم به در خونه جای لازمی را بردم با این شب زنگش زد که خیلی پگویم آدم را بگی بیو با نگرفتم اومد این بجم ماشین من همه برم من هیچی منو میدونم کجا میبرنم کجا میبرن نمیدونم برای ما راننده بسیار مهم هم برای یک راننده 60 ساله بالا گرفتیم چون که میخوایم که بسیار آرام هی کند چون که ما هممون بچه فرزند خانواده ما انتظار برای بسیار مهم است که بچه‌های جوان این خیلی نروند خوب روند ما تو منزلمون نرسونن با صحت سلامت برگردونن برای این راهگیراش هم براشون خوبتر چون که اینا در نفقه هر چی پول کار کنن برای اینا بسیارتر ثواب و فکر خودتون همین راننده خوش چخچخ باشد یا آرام طبیعت باشد کدامش آخه خوش چخچخ خوبه با دره میگم یکی گپ نمیپرسم که یکی سرای نکنه یکی سر شاپنه راست میگن اپا جان چخچخ باشد و راه قدر نظر نمیتوه دوریش خطی مردک مخیر گپ زن نزنن که ما خطی مردک خب میشه گپ زن میریم هرمونی آرام طبیعتی که با فکره که شوقش بر راه رفتن نه چخچخ باشه که نفهمیم راه و خیرایمو دورای برای من آرام مقبول برای که من وقت سفر میکنم بسیارتر در ماشین خواب میکنم خواب میکنی راننده هم اگر خوبش برد نه اکو راننده خیلی نشده است که راننده خوبش برای که من بیشتر سحر سفر میکنم آدم ها میگن هنگام سفر و میشناسی درست است؟ راست درست است البته درست است البته شما تجربه دارین در خیلی تجربه دارم من برای که چند سال باز اینجا زندگی میکنم میرم میبینم ها درست است ما هم دیگر اوج شناختیم با هم دیگر چی داریم دلیری ها اکو وای دختر جان وای اکو قسمت و تقدیر میفهمی که وای بعد یا نیک هر یک آدم هیچ محل بدیل حس نمیکنه که یک باره این هر یک چی با ریزوگی حق الله تعالی هر یک کار میشه ما که آموزگاریم پسیخولوژی آدم میفهمیم که چی بدنش خیلی آدم هست نیسته اما شکلش معلومه آخه بعد که دیدی بعد شناس شدی بعد درستی آدم میفهمی این خیلی از نمیفهمیم روحی نمیفهمی آدمی که نزدیک شناس شدی میفهمی مرد رو میون در سفر میشناسد انسان وقتی که همراه شدید و میفهمید خاراکترش و چیل راننده می چیل همراهتون مسافر رو میرود چیل آدم هستن خاراکتر هر یک آدم در راه نختر میفهمید فرض کرده من دانشجو هستم و میخوام که با خوجان سفر کنم پولی زیاد ندارم و از همه راهی بخطرترین و ارزانترین نش با فکر شما کدام است چی مسئولیت میده اکو خصلتی این چی گویم راننده با اهمیتی هم نرخ ارزان بودگیش ببین چیش با اکو هر دیش با فکره کی هر دیش با که مثال گفت راننده میفهمده باید واری بنداره میفهمیدگی انسان باشد نمیدونم من گفتم که من خواندگی نیستم که همه گپ فهمم دونم من یک آدمی ناخوانده سواد که ایشا نمیدونم حاضر همه استودنتی شهروندی همه سون باشه میبرزم نباشه نمیبرن حاضر رویش زمان نمیاد چکنی؟ مقصد ای دوشنبه طویل داره روان دانشجویم خوب کمک رفتنی ما اونجا یکم راهی ارزانترین و بخطرترین با ایمین دخترم چی توصیه میده شما؟ یعنی ما ارزانی رو به اهمیتی هم یا که قیمتی هم همون راننده نقص چی کدامش فرق برای شما روی آسان و بهترینش ماشینایی که کار خودش که میرود با کار خودش میرود رفتنش در کار هم ماشینا خیلی ممکن که ارزون تر بره من به شما یگانچه تفسیر داده نمیتونم برای که تاکسی همینجا میستن خودش رسم آدم نگاه کرده بر میکنه
میفهمید کی چه خیلی خیلی که با توپل یافتن بابا انا می شوفر معامله خوب میکنه که خیر که این دفعه ندارم رفتم در خونه پلشید میتیمت یا که با اومدم پل روی کردن میتیمت همین شوفر قطعی معامله خوب میکنی میبرن ها هست 6 سال میشه بچه که خدمت دانشجوی در همین شهر خدا را شکر خونده استاد است این امسال سال اخیرون شای میبرن میبیارن میره میویا با روزی هست که بگه که ندارم بابا همین تاکسی قطعی ای خروکش ای میده چه ده قایم و قاجرگوت چکه و شیر همه چیز با رویش می‌بینیم همه شوفرها میرن زنگ میزنه ها به نمی مصبیو به نمی 46 بیو به سخاوت بیو میان میگتیان یگون شکایت نمینن که ما نمیبریم ما چی نمینیم هر که همین خیلی روی توریستی هم آدمی خوب خواندگی آدمی خوب هم ممکن که به پولم برن از هم ارزان ترین به فکر من حاضر من این ماشین آزیا اکسپرس است کو اگر اتوبوس ها های کنن اونا هستن مارشروت کو هستن لیکن باید که چون حاضر اکنون تونل شدن همه راهها خوب شدن راههای نقض ساختن به فکر من یگان خطر نیست اگر شما خواهید خوچان سفر کنید بهترش میشد که ماشین جیپ گیرید ماشین بلند از راننده وای باشد کالونسول باشد برای که اصلا راننده های کالونسول احتیاط میکنن راحت اگر باشد من راننده باشم شما دانشجو باشید من همیشه نیمی پول از شما میگیرم خوب فرض شما میگیرین دیگر رو چی نمیگیرین دیگر رو هم خیلی مردمی به طرف ربات سفر میکنن همیشه بسیار مردمی خیرخواهند و اگر از دانشجوها از مردمی مثلا پیرانسالا خیلی گذشت میکنن میتونید سه تا خصلت خوبی دوشنبگی و یکی البته مردمی دوشنبه مردمی با فرهنگن مردمی فرهنگ دوستن بسیار مدنیت خوب دارن مدنیت خوبی مهمانداری دارن چون که شهر دوشنبه ما بسیار از تمام گوشه و کنار دنیا به اینجا سفر میکنن این باغ شهر شده است و برای استراحت کردن به اینجا میان ما باید دوشنبگی باید همیشه فرهنگ خوب داشته مردم خوب قبول کنیم برای که این تاریخ شهر دوشنبه شهر کهنه است تمام دنیا میشناسد مردمی خلق تاجیک خلق با فرهنگ و مردمی با مدنیت مردمی مهمان دوست در تمام دنیا مشهور هستند ما باید که حرکت کنیم که ما هم در دنیا خلق خود رو معرفی کنیم با خصلت خوب البته همین است شما گفتین نورآباد میروم بسیاری بعد میتونید سه تا خصلت خوبی نورآباد بگید البته نورآباد یک جای تاریخی است بسیار منظرهای خوبی طبیعی سیاحی دارد که مردم همیشه در تابستان به اینجا سفر میکنند و از هوای تازه اونجا از باد هوای اونجا بهره ور میشوند بسیار مناظر خوبی دارد که مردم همه ساله به اونجا سفر میکنند و از اونجا خیلی بهره خوبی میگیرند از باد هوای خوب و مردمش مردمی خوبن با فرهنگای مثلا مدنی خوبی قدیمی تاجیک‌ها در اونجا هست تماشا میکنن چنارهای بلند بعد آبهای صفا بسیار طبیعت خوبی دارد نورآباد چی خصلت در نورآباد هست که در دوشنبه نمیبینید اکنون مردم کوهستان البته مردمی تهجوی اون خصلت خوبی خاکسارانه دارن مهمان را دیدن البته پرسجو میکنن میخوان هر چیزی بگیرن بپرسن در دنیا چی گپ هست مثلا بعد با خوراک‌های ملی تاجیک آنها رو البته پیشکش اونها میکنن که با مردم رو بفهمونن مثلا خوراک‌های خوبی طبیعی وای داریم و محلی داریم ما شکرات پرتقال مثلا دیگر میخری دوست می‌دارن میخوان که برای آن اقلا درگیر طبق میشن هم تاجیک میشن یک صحبت کنن یعنی که من نخیر میبرم همسایه تری بیرون سینای تماشا میبریم خیلی آدمای در روبرو میشن که آدمای خصلت‌های خوب دارن رفتارهای خوب دارن همین خیلی بسیاری آدم‌ها روبرو میشیم بعد اپا جان چی خصلتی خوبی است در کلوب که شما در دوشنبه ندیدید همون خصلت همون رفتاره کلوبی و رفتارهای خوب دارن خوب چگونه رفتارهای خوب دارن گپای خوب دارن با همه معامله خوب میکنن با همه معامله خوب دارن با چه خیلی بگم آدمایی میروند خوش رو با دهن کشوده پیشواز میگیرن خوش رو روی کشوده دارن در خصلت خوب دارن
میخوام در دوشنبه بسیار نایستم دو سه روز اینجا مهمونی اومده نه خیلی راستم راستی با هم اومدم اینجا حالی با میرم خانه همه یک لحظه هست آدمایی که هم صحبت میشن با خودت آدم چسبه کنه خیلی فکر چختن هر خیلی میده شد یگو مناسبتی بد کردگی هست هم خیلی مومنتو نه متاسفانه ما بسیار بازیچوار میخوام با صدیقه امید بزرگ نه ما خودم دختری چخچقیم خصلت خوبی دوشنبگی ها پسر جان دختر جان مهم چیکن آدمای خوش رفتار خوش نیک خوش گفتار نوعیه ایرش گفتمی چی خصلت هست که در اونجا در دوشنبه ندیده خصلت رفتار مهمون نوازی شما نمیدونم بچه من ناخوانده ام ایقا خوشی صحبت کرده سیدو ندانم که من یکی خواندگی نیستم بچه نمیدونم سواد ندارم دختره اما سواد خوشی صحبت کرده سیدو روست می؟ روست رحمت شما با حالا جان چی خصلت در شهر شما هست که در این سرفشان هست که در دوشنبه ندیدید چی خصلت نیست معقول شد می دوشنبه شما خیلی اکون فرزنده همینجا به معقول میشد دیگه فرزندم همینجا اومد ریسک و روزیش یافت نانش یافت خورد و زندگی کراز معقول میشد دیگه ابشتی فرزند همش خصلت خوبشون خیلی مهمان نوازی عزت و حرمت کنی همین خب چی خصلتی خوب در خوجند هست که در دوشنبه ندیدید چی خصلت خیلی کن خوجند از دوشنبه فرق میکنه خصلت همین تعلیم و تربیه تعلیم تربیه خوجند از دوشنبه بالاتر است من همین رو میگم دم دوشنبه دم خوبانی میام خونه دوگانه میام مهمون نوازی میکنه مثلا خوشرو چی میکنه مهمونی میکنه مناسبت خوب دارن باز چی خصلت ها دارن همه خصلتش خوبه همه خصلتش خوبه نه دوگانه دارم به حد انسان خوب است خوب یکم خصلتی هست که در جیرگاتول هست در دوشنبه نیست رفتار مثلا نه نیست همه خلق همین تاجیک مسلمان همش خصلت یکه همش انسان خوبه نه این من در مسکو رفتم لیکن اونجا فرق داشته مسکو فرق داشته این مثال همسایت خطی نمیدرم دای نمیبرم مثال روسا مسلمان فرق داشته روس قطی تا حتی سلام علیک کردن نمیتونی اینا کمپیری روسا سلام علیک میگوی چی میگم ما تو یگون شناسم تو خش تبر می درجه سلام علیک کردن نمیتونی ای دوشنبه مثلا شکر وطنی ما دیگه مهمون نوازن خب موچن خوش گفتارن تمامای با لذت دارن کدام تمامش معقول شما به من آش معقول است آش معقول خوجندی ها خوش معاملند وقتی صحبت میکنن شما یعنی که شما میگن باز خوجندی ها مهمان نوازن بعد همین ده همین از دوشنبگی ها چی؟ دوشنبگی ها شوخن آدم های شوخ باز آدم های خیلی دلکشاد باز آدم های خیلی چی بگم یعنی که روتان چیزی هست همون راست شمیگن چی بکن؟ ای فهمید که مثلا شنبه مردم شنبه چی خیلیه؟ ما شنبه در زندگی مینم ای جا غر میره شنبه در زندگی مینم غرم رفته سودم همین شنبه در خونم همین در زندگی مینم ولی پس غر میره مردم ها مهربانه مهمونه مردم غر مهمون دوست دارن در غرمی چه خصلتی خوب دارن در غرب چه رفتاری خوب هست که در دوشنبه شما ندیدید زندگی کردید چونم همین چرم همسویم سوزن میگن همین چی نمیگیم ما همین خلق سوزن همین خودت سوز باشی بیان دیگران خودم دگونه دوست داری همسایه دوست دارم معلوم مایزنه همسایه دوست داری دگونه دوست دارم همین چرم همسویم ما غرمی اینا پلوبیو خطی پاپاعت هم یک جویه همه تو یک جویه معلومه که خود زنک شوکم برای که خندی دوسته آیتگی رومال تو معلوم هم نباشه ای چشم تو معلومه یا برگه غرم در خونه هم بدرفتن اما خیلی گفتن که در خونه سازی که آدم شروع بیو برامینی و معاملت سازه
خیلی ما گرمی هم مهمون دوست داره. قبول دارید که آدم اگر خودش شکشق باشد آدم خوب باشد آدمای خوب بشه. اوه. هم خیلی مازه هم کلوبیا و مردکم اومد. من هیچ قبول ندارم. از ما میتونیم مردک تو درست کنیم. نه مردک انسان خوبه. میتونید سه تا خصلت خوبی طویل درک کنید. خصلتاشون از آدمای چیه؟ چی هستن؟ آدمای خوب، آدمای همشون رنگش خوبه. همش آدمای خوبن و آدمای چقچقی، آدمای مهمون دوستا. چی با شما چقچق نکردید خوشک شده؟ ما یک گمبرگ هم نزده مخی نمیتونیم گپ زنی. نتونیسته ست بود؟ شتونیسته ست. حاضر دنیا تنج کی است؟ همین میریم به تشویش میویم. همه رفتار خصلت خوبه. همه جا میره یا سر قدم یا پلچوی میگیری اوقاتی تیورای. چه خیلی که بفراد گشت گذاری شهر با بهترین کارو های. طرفای ما هم مهمون ششمو. ما میشویم. اکو یک سوال دارم. چی رفتارهای خوب دارن طرفی شما با؟ رفتار خوب بهترین مهمون نوازی در طرفی ما. مهمون قبول کنیه در طرفی ما. بهترین نمی بگیم که بهشتی روی دنیا های در طرفی ما. باور کن. نه باور کنی اگر. همی آوی که ما میخریم کو همی یکم آو در تاجیکستان شنبری باشه دیم آوی توتک میگن. آوی توتک بهترین آوی دمو. اینا مردم اینجا آمیز میخرن پانکراتین میخرن. آوی ما به هیچی همو درجه پانکراتین آمیز های. اوقات خوردگی تا فتیگه پا میشوه میبره. اینا بار طرفای ما هم مهمون شی. ما در تای برفای خوار. انا دوشنبه سوزای. داغی هستیم دوشنبه بیارن. نغز میبینیم. نغز میبینیم. میخواهیم آخی بچه ها دورمون میرسه. همه خصلت های خوبه دوشنبه دیگه همه خصلتاشون خوبه. از سه تا خصلت خوبی بدخشان. بدخشان هم میخواد. همش خوبه. همش بد نداره. تقریبا چند سومون میشود؟ نمیدونم. سرا گرفتگی. شما نمیدونین چند یک نفر تو خودی امون سرا اول پنجکن میروین شما بکنم بعدش سراز نه بعد از سراز ازبکستان میروین تقریبا 200 سومون میشود میشم خودی خوجند خودش میرین یا از خوجند دیگر نه امو 28 میکرارن ازش خودتون تنها رفتید نه دو پسر چند قدی شما ماشین ما علاقه دگور کردید چند سومون شد اكو این کس 150 شده بچه تا اون کتی 300 سومون این کس هم میگیرم یا نه؟ این کس نه اکو این کس خودش امروی ما اکلیسو بی پاپوتی من قطی دخترچم دخترچه‌تون؟ هر دویتون میروین ماشین چند سومون 200 هر یک نفر 200 نه؟ این نرخی رو از ماشین هم وابسته به فکرم نه؟ بعضن ها بعضن نه ما 2 نفریم 2 نفر میگیره 2 نفرین سه همراه دارین ما بوغالتر با 2 آدم دیگه میگیره شما کتی بوغالترتون یک جا خیلی همراه نه چند نفر هستین؟ 4 نفر 4 نفر هستین تبا؟ نه کلینت هممون کلینت شما نه ماشین خودم شما تنها از عائله خودتون یا خودتون هستین؟ خودم دخترم 100 سومون دگور 105 این ها 200 سومون کردیم اوزی نه اوزی چند سوم دگور کردیم 200 سومون با این خودی دختر اوزی خودتون تنها رفتید نه پساجیر داری 5-6 کسی چی از عائله خودتون دگور چند سومون کردیم 150 خودی خوجند چند سومون میره من 120 سومون باشد 100 سوم میتیم شرایط من بفهمم اگر 100 سوم باشد 80 سوم 20 سوم همه وقت کم میتیم شما چند نفر رفته استودین موزی؟ ما 3 نفریم موزی 3 نفر برشت رشت گفته نه؟ نوحیه رشت نوحیه رشت چند سومونی است رهگیروی شما؟ رهگیرش هر خیلی خیلی نمی بنزین قیمت باشه با قیمت تریم ارزون باشه خیلی ارزون تریم با علاقه شما ماشین مشتگی هست چند سومونی دگور کردین شما؟ ما ای قرغن اومدیم ای قمسنگین اومدیم خیلی 200 بگیم یک نفر تو داری خونه تو نه چند سوم شد؟ ما را می 200 گویو که به پل میریم برای که رهای ما قینه رفتنش 200-220 میشه تقریبا ای داری خونه تو داری خونه ما میبرد 200-220 میتیم گویو که به پل میریم برای که رهامو قینه برف داریم و
یعنی خوز برفی ما نمیخواد خیلی بگویو که ها اینجا 240 سومونی هست ندارم یاسم ندارم تو رفته ما با ترنا گفت 200 این برای شما هست ما 200 اینجا 200 سومونی هست این پولی راهگیری شما اینجا 450 سومون تشکر که وقتی خودتون صرف کردید انا اینجا 200 سومونی راهگیری شما اینجا 300 سومونی هست برای اینکه شما وقتی عزیزی خودتون صرف کرده همراه ما صحبت کردید این از نام کانال ساختیم با شما برای شما می توانید کشوی در نشه یک مرتبه نه اینجا 150 سومونی راهپولی شما رحمت که وقتی عزیزی خودتون صرف کرده همراه ما هم صحبت شده اینجا 240 سومون راهگیری شما و بوغالترتون ما این از نام کانال ساختیم تشکر که وقتی خودتون صرف کردید اما جان که ما صحبت کردین سلامت باشید اینجا 150 سومونی راهگیری شما همراه همسرتون برای که وقتتون سلامت باشید سلامت این زیادی نباشد میتونید بشوید و بینید تو اینو کی باشد این از نام کانال ساختیم اینجا 700 سومونی است راهگیری شما و پسرتون اما اینجا 300 سومونی راهگیری شما برای آنکه شما امروز وقتتون صرف کرده قطعی ما صحبت کردیم و سوال این زیان ندارد این زیان ندارد این از نام کانال ساختیم با شما رحمت که وقتی خودتون صرف کردید قطعی ما صحبت کردیم افا جان ما اینجا 150 سومونی راهپولی شما از نام کانال ساختیم اینجا 200 سومونی هست راهگیری شما تو خوجا بخشیش یک لحظه اینجا 90 سومونی هست راهگیری شما نه ممکن نه باشد این برای دانشجویان رما خوجا اینجا افا جان 400 سومون است از نام کانال ساختیم برای شما اینجا 70 سومونی از نام کانال ساختیم راهگیری شما انا اینجا 400 سومونی برای آنکه وقتی عزیزی خودتون قیمت خودتون ما به صرف کرده که ما گفت زده این از نام کانال ساختیم از راستی برای شما راهپولیتون اینجا 200 سومونی است این از نام کانال ساختیم با شما برای که وقتی خودتون صرف کرده که ما صحبت کرده این برای شما میتوانید بشوید بینید یک رحمت تشکر سلامت باشه سلامت باشه شما ارزش خودتون رو خداوند سلامت باشه شما همه طرفی ما مهمون شید حتما میرویم انا اینجا شما 3 نفر گفتین 606 سومونی راهپولی هر سه شما هست افا جان آخه خداوند برکت و بتیا تنی صحت و بتیا برای کار رزق حلال خداوند زنده باشه شما همیتری آدما بسیارتر باشند همین معرفی کنن تاجیکستانی ما را افا جان میتونید یک مرتبه بکشید خیلی اگر باوری باشه شما چوه دیگه پامون میشکمش خیلی باز پول به دست معلش کنی دیگر به فکر بسم الله الرحمن الرحیم خداوند خیر تو قبول کنه پدر معلش هزاران رحمت این از نام کانال ساختیم بود برای جدا کردنی وقتی خودتون مقصدی کانالی بود هزار رحمت خداوند برکت تو بتیا معلش سلامت باشه طرفای مونی مهمون شه میشوید از نام کانال ساختیم به هزار رحمت معلش شما سلامت باشه پروردگار برای کار شما رانی تنی صحت ای همه بهترین اول تنی صحت ای برای کار رزق حلال سلامت باشه معلش پناه تو بخدا همین چهرهتون همیشه همین خیلی سلامت باشه منم مادر 10 فرزندم بهتری خدا را شکر که 4 بچه دارم 6 دخترم توی کردم این اخیرون دخترچم اینه که دخترچم قطعی بچه اکم دگونی کن 99 تولد شو بچه اکم استودنت های میخونه این دخترچم قطعی برده استودامش چند سال من خودم 62 تولدم 62 نیوشه نه
خداوند یاش باشم و رنگی من شمارانی هم خیلی کمپیری بدولت کنه همین خیلی نوستدار تو کنه نبیردار تو کنه وقتی سفید تو بتیا و تنی صحت فتی گپو براری کر در امان خدا سلامت باشی روحی سفید مایلش پناه تو به خدا مایلش در امان خدا خوش آمدش مونی من یک بار طرفای ما مهمون شی به ناحیه رشت الهی شما به براری کار شایشی کار دائما زبانی گویا سری بلند آخری کار جای اینه شما به خدا از خزینه غیبش پرشه از نومی کانال ساختیم با شما روحی سفید رحمت کلان اینا ای هزار رحمت رحمت کلان خیلی بیه طرف جرگتول بیه اینا طرف ما بیه مهمون میشه انشالله بعد میدونه که خلق جرگتول چه خیلی آدمه چه خیلی مهمون دوستوره بیه مایلش ولی توبستون ده بیه توبستون گرمه میه انشالله وطنای ما با دیگرای با هواش دیگرای همش دیگرای میکشین یک بار میخرم میکشین یک بار خوب من از نام کانال ساختیم برای من تشکر به شما برای صحبتتان برای وقتتان تشکر Ох, мне еще никто просто так деньги не дал. Всегда зарабатывала. Спасибо. Давайте кого-то второго. گفتین فقط سحر که سفر میکنم فایز سحری دیگر میگم تشکر برای شما کانال ساختیم به شما رسید رحمت سلامت رحمت رحمت سلامت باشید آقا جان از نومی کانال ما یک دیگر روحی سفید به شما رحمت شما برای کار موفقیت همه دارم روحی سفید به شما سلامت باشید رحمت چی بدارم خیلی رحمت دیم نداده رحمت سلامت باشید خوشاورتان جنگ میکنم جمول بیا اگر جنگ نمیکن که نه پول دادن خود دیگه ارزون نکن بیا رفتیم احمد این برای من دستگیری کلان راکرو بیپول شد برای شما آدارکش شما برای یابزایی کن اکو مینادارو کن رده او از رحمت از شما هزاران میناداری خوب روحی سفید باشه از رحمت من از این فرصت استفاده بردم همه شما رو به نوروباد دعوت میکنم مرحمت بیایید البته تابستان بیایید زمستان کم مشکل ترک است بیایید مرحمت بیایید یک مهمانداری تاجیکان در اینجا ببینید نمره شما مرحمت بیایید رحمت برای این سلامت باشید شفاعتون با شما روحی سفید سفری سلامت باشید رحمت سلامت باشید روحی سفید به شما من به شما براری کار این از نامی کانالی ساختیم ما میخوایم با آدمایی که سفر میکنن راه کرایشون رو کردیم میتوانید کشوید رحمت کردم امروز دلی آرام که اومدن سراز شرکت ستاوده از نامی کانالی ساختیم روحی سفید رحمتی کن رحمت کنم شما در برای کار موفقیت شما ده برای دستگیریتون کردن ما میناداری خود رو برای شما میرسونیم هزار رحمت کنم تشکر زیاد رحمت کلان سلامت باشید رحمت شما با مالی این از نامی کانالی ساختیم برای شما که وقتی عزیزی خودتونه صرف کرده که تیما صحبت‌های شیرین کردیم اپا جان خیلی شما دم روحی سفید رحمت به شما هم روحی سفید اپا جان زینی طرفای ما بره بعد مایلی بره مایلش خب مایلی اپا جان خیلی روحی سفید به شما روحی سفید رحمت دیدی نه رحمت میتوانید کشوید خدا شما پرورگاه صاحب حج بگردونه هم را نصیب خانی خدا بگردونه عیزه زیاده بگردونه مکتب خوب تمام کنی عالمه خدا بگردونه
امین رحمت روی سفید از نام کانال صحفی به شما خیر افا جان. خیر. خیر.